عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. بشنو ز من زبده یاران کهن، اندیشه مکن زین فلک بی سر و بن. بر گوشه عرصه قناعت بنشین، بازیچه چرخ را تماشا می کن. محرم هستی که با تو گویم یک دم، کز اول کار خود چه بود است آدم. محنت زده سرشته اندر گل غم، یک چند جهان بخورد و برداشت قدم. مقصود ز جمله آفرینش ماییم، در چشم خرد جوهر بینش ماییم. این دایره جهان چو انگشتری است، به هیچ شک نقش نگینش ماییم. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چی رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. خیمه خیام.